ساعت با وقتی پراگ رسیده است و این فرصتی است که بینندگان عزیز هر روز در همین وقت من برای شما سرخط خبرهای روز رو میگم و البته همه شما از این رو در بخش مستقیم برنامه خبری ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو منتظر میشم و فراموش نکنید که در برنامه ما موضوعهای مهم داریم، گزارش‌های جالب داریم که می‌خواهیم این گزارش رو برای شما نمایش بدیم و باوری دارم که چون همیشه ما رو در برنامه خبری تنها نمیگذارید. اما تا اون وقت قانون حالت جنگی رو تصویب کردن در تاجیکستان که جنگ 5 ساله داخلی رو پشت سر کرده است. اکنون قانونی درباره حالت جنگی وجود نداشت. حالا قانونی تصویب شده وضع جنگی رو در کشور یا منطقه‌های علایده معین میکند. سند مذکور وارد کردن و استفاده نیروهای مسلح رو در جایهای جنگی اجازت میدهد. بر علاوه شهروندان وظیفه‌دار شدن در حالت جنگی به مدافع کشور جلب شده اموالشان را هم به آن صرف کنند. نقطه دیگر در این قانون حقوق مقامات برای قطع ارتباطات تلفنی و اینترنتی در شرایط جنگ می باشد. بعد کمتر از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری جزئیات بیشتری قانونی نو را برایتان توضیح خواهیم داد. سرنوشت مقبره ها را در آرامگاه های تاجیکستان حل میکنند. مقامات رسمی دستور دادند مقبره های بزرگی را که در آرامگاه های کشور بدون اجازه ساخته شدند ویران کنند. تفتیش آرامگاه ها و قانونی بودن بنیاد مقبره ها را ریاست نوتاسیس نظارت زمین در داستانی کل تاجیکستان یک جا با کارمندان کمیته های زمین و حکومت ناحیه و شهرها انجام میدهند. پس از جنگ شهروندی در تاجیکستان افراد دارا بالای قبر پدر و مادران خود مقبره های بزرگ ساختند که به گفته مقامات سند رسمی ندارند و به طلبات معماری جوابگو نیستند. فعلا در تاجیکستان ساختن مقبره در بالای گور را منع کردند. درباره تقدیر این مقبره ها و سنگ های خاطروی بزرگ در گزارش برای شما در برنامه خبری معلومات خواهیم داد. 1 ایون در جهان همچون روز کودکان تجلیل می شود. با وجود تلاش‌های حکومت تاجیکستان در سمت بهتر کردن حقوق و زندگی اطفال تاجیک چند مسئله تا هنوز باقی است که باعث نگرانی‌های حامیان حقوق کودک می باشد. از جمله روبرو شدن با خشونت و همین گونه استفاده از مهنت کودکان از موضوعهای حل نشده است که حامیان حقوق کودک به آن دائم اشاره می‌کنند. در آستانه روز کودکان همکاران ما با مسئولان یونیسف بنیاد اطفال سازمان ملل متحد در تاجیکستان صحبت نمودند. اگر در برنامه خبری این مصاحبه را تماشا کنید از وضع فعلی نسل نورز و سرنوشت گروه بزرگ کودکان تاجیک که ماه گذشته از عراق به وطن آورده شدند آگاه خواهید شد. 10 گکتار کشتی کشاورزان فرخاری در پی بارشات ژوله روز 26 می ضرر دیده. دهقانان امیدشان را از کشتشان کندند. دهقانان میگویند که بعد این حادثه طبیعی به مقامات مراجعت کردند که قسما آنها را از انداز آزاد کنند، ولی تا به حال پاسخی را به این درخواستشان نگرفتند. چون و چرای این موضوع را شما در برنامه خبری میتونید تماشا کنید، چون اخیراً همکاری ما با این کشاورزان صحبت داشت و وضع را از نزدیک در فرخار نوار برداری کرد. همین گونه در برنامه امروز هم رو با شما خواهیم دید که در ماه رمضان زندگی مردم پاکستان چگونه میگذرد. طوری مشاهده می شود در دوره رمضان در آنجا نرخ غذا بالا می رود و سازمان های خیریه به افرادی که توانایی خریدن غذای خوب را ندارند بی پول غذا تقدیم میکنند. خب اگر در برنامه با ما بیایید میتوانید ببینید که در یکی از بازارهای معروف این کشور چگونه با غروب آفتاب مردم با صدای بلند به افطار دعوت میشوند. البته این تنها چند مطلبی بود که من برای شما گفتم. خبرهای بیشتر از این هست که من باوری دارم تو برنامه خبری به دست ما خواهند رسید و من به شما آن را میگویم. فراموش نکنید که تقریبا بعد از 3 ساعت دیگر پخش مستقیم ما در همینجا در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب شروع می شود و من همه شما را منتظرم. تا اون وقت روزی خوب داشته باشید و برای کار میخواهیم.